فن ترجمه. در عربی هر اسمی که بر وزن فاعل باشه به معنای انجام دهنده یا دارنده حالت است. حامد بر وزن فاعل یعنی ستاینده. کاتب بر وزن فاعل یعنی نویسنده. ضارب بر وزن فاعل یعنی زننده. هر اسمی که بر وزن مفعول باشه به معنای انجام شده است. محمود بر وزن مفعول یعنی ستوده شده. مخلوق بر وزن مفعول یعنی آفریده شده. مکتوب بر وزن مفعول یعنی نوشته شده. پس وزنها در عربی به اسمها معنا می بخشن. وزن فاعل معنای انجام دهنده داره و وزن مفعول معنای انجام شده.